درود به همه همراهان. امروز 20 فروردین ماه. یک مسئله هست این موقع قابل توجه باغداران عزیز که حیف اومد به اشتراک نگذارم. اون میگه که دیگه مرحله همونجور که داریم ملازمینن خیلی مهمه که ما بیم این تنه جیشار حذفش کنیم. هنوز که درخت یعنی داخلش پر نرفته و شاخه ها به حد نصاب رشد نرسیدن، اینا رو ما راحت‌تر میتونیم حذف کنیم. هم کمک می‌کنیم به باروری بهتر درخت و هم جلوگیری را از همه سپیدک و آفت دیگه. بعد از اینکه این تنه جوشایی که از تنه جوشیدن حذفش کردیم به این صورت و شاخه های اصلی برای ما باقی موند، بعد یک کم گوگرد، یک مشت گوگرد و همه درخت و سر پاس شاخ و برگ و تنه و ساق همش مریزن دور برش و تمام. امیدوارم استفاده کرده باشین. یا علی.